اساسگزاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت. خوش آمدید. 17 دکبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه سینوی پایتخت بینای نوی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان را در وضعیت تنتنوی مورد بهره برداری قرار دادند. اسنای شناسایی از شرایط فراهم شده در این بینای خوشتر و زمانوی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند دادند. بینای اساسی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان از 7 آشیانه عبارت بوده، دارای 182 حجره معاصر و برهوا برای کار و فعالیت کارمندان است. همچنین در بینای نوبنیاد تالاری برهوا با 300 جای نشست بنیاد کرده شده است که برای گذراندن جمامت و محفل و چهاربینی های گوناگون خیلی موافق می باشد. در اینجا همزمان 2 حجره کنفرانسی و مشورتی و آشخانه زمانوی ساخته شده است. بینای نوی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان دارای کتابخانه معاصر می باشد که با ادبیات صحوی و بدیعی تامین است. کارمندان اگنتی می توانند از کتابخانه الکترونی نیز که با شبکه جهانی اینترنت پیوست می باشد به طور وسیع استفاده برند. قبل از همه باعث خوشنودی و سرفرازی هر یکی ما کارمندان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان است که امروز با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای با شکوه اگنتی به استفاده داده شد. ناگفته نماند که بینای مذکور از 7 آشیانه عبارت بوده، در آن اتاق‌های معاصری برهوا برای پیشبرد فعالیت کاری فراهم آورده شده است. جهت آب و تاب یافتن بدن در این بنا تالار ورزشی با تمام تجهیزات‌های لازمه مجهز گردانده شده است که کارمندان می‌توانند به ممنوعیت از آن استفاده برند. اینچنین جهت سرقت دادن دانش کارمندان در داخل بنا کتابخانه معاصر بنیاد یافته و ادبیات بلند مضمون تامین گردیده است. کارمندان اگنتی و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای غمخواری و اندیشیدن تدبیرهای سودمند در بهبود بخشیدن شرایط کار اظهار سپاس نموده، سیاست پیش گرفته سرور دولت را سمت افضلیتناک فعالیت خویش قرار داده، مبارزه را بر ضد ظاهرات خوفناک جامعه یعنی کروپسیا پرزور می‌نماییم. مساحت عمومی بینای ساخته شده 12216 متر مربع بوده، از بیناهای 7 و 2 آشیانگی با تهخانه و توقفگاه عبارت است. و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که در آشیانه یکم بینای اساسی کتابخانه، حجره های قبول شهروندان، نوبتداری، حجره طبی و کاری موجود است. امروز با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی امامعلی رحمان برای ما کارمندان مقامات اگنتی یک روزی فراموش نشونده می باشد، چونکه برای ما کارمندان مقامات یک بینای پرمحتشمی دارای همه امکانات و شرایط ها مورد استفاده قرار داده شد و ما کارمندان به این غمخواری های سرور دولت بی‌طرفی ظاهر نکرده بهر آشکار نمودن جنایت های اقتصادی خصوصیت کروپسیونی داشته کوشش به خرج می دهیم. با مقصد براه ماندن فعالیت پرثمر از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در همین روز به کارمندان اگنتی 175 عدد کامپیوتر معاصر تقدیم کرده شد. از اقدام‌های شایسته و بی‌نظیر سرور دولت جهت فراهم آوردن شرایط ارزنده کار و فعالیت کل کارمندان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان که اکثر آنها را جوانان صاحب تخصص و دارای قابلیت بلند کسبی میباشند اظهار سپاس و مینه‌داری نمودند. ما جوانان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان افتخار از آن داریم که امروز از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای نوی دستگاه مرکزی اگنتی افتتاح کرده شد. باید قید نمود که در بینای مذکور برای فعالیت همه‌جانبه کارمندان تمام شرایط‌های ضروری فراهم آورده شده‌اند. تمام اتاق‌های کاری با تکنولوژی‌های معاصر و دیگر لوازمات صحوی مجهز گردانده شده است. من باوری کامل دارم که در جواب به این همه غمخوری‌های پیشوای معظم ملت کارمندان جوان اگنتی کار را در سمت مقاومت با کروپسیا
боз ҳам беҳтару хубтар менамуд. مقامات مخصوص گردانیده شده اگنتی نظارتی دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان طول 13 سال تحت غمخواری و دستگیری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فعالیت نموده ایستاده است. تأسیس اگنتی افاده اراده عالی سیاسی پیشوای معظم ملت می باشد که مهمیت پرابلم های کروپسیا و مقاومت بر آن عملی گشته ایستاده است. این تشبث نوبتی ادامه منطقی کارهای سازندگی بنیادکاری سرور دولت در راه پیشرفت و انکشاف اجتماعی اقتصادی تامین حیات آسایشته شهروندان تاجیکستان می باشد. در اشونه‌های بالایی حجره‌های کاری ریاست‌های اگنتی جایگیر کرده شده تا خانه آن برای بایگانی پیش بینی شده است. بینای نوی اگنتی زمانوی بوده جوابگو به طلبات‌های معاصر بین‌المللی معماری ساخته شده است. برای فعالیت با ثمر و سودمند کارمندان اگنتی در بنا تمام شرایط‌های مساعد کاری و خدمتی فراهم آورده شده است. بنا دارای اتاق‌های کاری، مجلسگاه‌ها، تالار تمرین و ورزش، کتابخانه و آشخانه زمانوی بوده با میز و کرسی، کامپیوتر و دیگر لوازمات‌های ضروری مجهز گردانیده شده است. جواباً به این نامخواری‌های پیشوای معظم ملت ما کارمندان جوان اگنتی بهر تامین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند مبارزه بر ضد جنایت‌های کروپسیونی حفظ منفعت‌های دولت و جامعه تمام کوشش‌های خود را به راه می‌مانیم. ما را شرف بزرگی نصیب شد که امروز در مراسم افتتاح بینای زمانوی و برهوا که از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و کارمندان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده شد شرکت ورزیم. از نام خود و کلی بانوانی که در مقامات اگنتی ادای خدمت می نمایند وعده می دهیم که سیاست پیشگرفته رهبر دولت را همیشه دستگیری نموده از آسایشتگی و آبادی وطن، صلح و وحدت ملی، احساس بلند وطن دوستی، دانش کامل و اندیشه سالم و سازنده منبع در عملی سازی سیاست ضد کروپسیونی حکومت جمهوری تاجیکستان سهم خویش را می‌گذاریم. اطلاع داده شد که کارهای ساختمانی در بینای نوی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان ماه اکتبر سال 2015 آغاز گردیده از جانب دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با صفت بلند و جوابگو به معیارهای معماری و ساختمانی بنیاد گردیده است. فرمایشگر انشاءات دیرکسیون ساختمان انشاءات دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میباشد. پودرچی اساسی جمعیت سهامک شده استث انشاءات میباشد. در رفت کارهای ساختمانی زیاده از 200 نفر در اینجا کار و فعالیت کردند. بینای مذکور از توقفگاه و 7 آشیانه عبارت میباشد. اینچنین بنا با تمام طلبات‌های ساختمانی و شهرسازی با صفت بلند ساخته به استفاده داده شده. در بینای نو برای مشق و تمرین و آب و تاب بدن کارمندان تالار برهوای ورزشی نیز ساخته شده است که کارگران می توانند از آن به طور وسیع استفاده نمایند. طور اطلاع داده شد برای تامین بنا با نیروی برق و گرمی زیرایستگاه برقی با 2 عدد ترانسفورماتور و تجهیزات گرمیدهی نصب گردیده است. بینای نوی اگنتی دارای گذرگاه نظارتی 143 نقطه کامراهای داخلی و 19 نقطه کامراهای مشاهدوی بیرونی می باشد. در برابر کارهای ساختمانی به مسئله آباد و زیبا کردن محیط اطراف صحن حولی اگنتی کارهای مشخص انجام یافته است. گرد و اطراف بینای مذکور چراغان و آباد و زیبا گردانیده شده، گل و بوته و نهال درختان سایه‌افکن و آرایشی چینانیده شده است. پس از شناسایی با شرایط فراهم آورده در بینای نوبنیاد، اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با کارمندان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان ملاقات نمودند.